خودروی پژو 206 ایران رو داریم با ECU EZU. توسط دستگاه کارمن نیولایت میخوایم این خودروها عیبیابی بکنیم. از قسمت ایران کاسپیان ایران خودرو انتخاب میکنیم. خودروی پژو 206 پیسیکسل رو انتخاب میکنیم. وارد گزینه موتور میشیم. جهت عیبیابی سریعتر و مطمئنتر از گزینه شناسایی اتوماتیک استفاده میکنیم تا ECU این خودرو به صورت اتوماتیک شناسایی بشه. همینطور که مشاهده میکنید ECU این خودرو EZU 206 TU3 هست. با تایید این گزینه به صورت مستقیم وارد منوی عیبیابی میشه. اولین مرحله وارد گزینه خواندن کد خطا میشیم، سپس وارد پارامترها میشیم. همینطور که شما مشاهده میکنید تمام پارامترها دسته‌بندی شده که شما با توجه به نوع عیب خودرو میتونید پارامتر و دسته‌بندی مورد نظر را انتخاب بکنید و با توجه به پارامترها خودرو عیبیابی کنید. گزینه ریست و فعالسازی کروز کنترل داخل عملیات ویژه هست. گزینه مهم دیگه ای که دارید شما داخل دستگاه عیبیاب تست عملگرهاست که ما میخوایم فن دور کند تست بگیریم. بعد از انتخاب فن دور کند کافیه شما گزینه F1 رو بزنید تا فن شروع به کار کردن کنه. بعد از تست و اطمینان از کارکرد فن دور کند میتونید با گزینه F2 عملیات را متوقف بکنید و گزینه دیگه ای را انتخاب کنید. یه عملگر دیگر رو فعال میکنیم، فن دور تند رو انتخاب میکنیم و گزینه F1 و شروع عملیات را کلیک میکنیم. همینطور که مشاهده میکنید فن دور تند فعال شد. با گزینه F2 عملیات رو متوقف میکنیم و در صورت نیاز میتونیم عملگرهای دیگر را فعال کنیم.